سلام دوستان جان، وقتتون بخیر باشه. خدا قوت شما باشه. انشالله که روز خوبی داشته باشیم. عرض به حضور شما امروز میخوایم راجع به یک موضوع حیاتی صحبت کنیم، یک موضوع جنجالی صحبت کنیم. ما می‌دونیم نقش یا تأثیر همسر، حالا چی فرق نمی‌کنه مرد یا زن، توی بحث کسب و کار، توی بحث علل خصوص تولید چقدر مهمه. دوستان اگر یک همراه خوب تو زندگی دارین قدرشو بدونین، چرا که ضرب المثلی هست میگن پشت هر مرد موفقی یک زن موفق هست. این کاملا درسته. این یه چیزی هست که من خودم درک کردم، حس کردم. این حرفا که دارم قابل دوربین میگم. ما قبلا هم صحبت کردیم، ما نمیخوایم خودنمایی کنیم، نمیخوایم پک بفروشیم، نمیخوایم که مثلا بشیم بلاگر که نمیدونم به خاطر 2 تا فالوور چی کارا که میکنن، میرن طلاق میگیرن، هم دیگر رو میزنن. زشته این کارا رو نکنیم. فرهنگ استفاده از فضای مجازی داشته باشیم. 2 تا مطلب درست حسابی مهم بگیم که حداقل یک نفر نگاه میکنه به کارش بیاد. ما میگیم آقا از فرضاً 1000 ساعتی که صحبت میکنیم 10 دقیقه به درد یک نفر بخوره، ما راضی، ما خوشحالیم. به هر حال میخوایم در مورد بحث همسر در کسب و کار صحبت کنیم. ببینید بچه‌ها، شما اگر تو خونه آرامش نداشته باشین، بیرون به هیچ عنوان نمیتونید کار کنید، به سختی کار میکنید. یعنی اولی مشتری که بهتون زنگ بزنه جنگ و دعوا رو میندازید. بنابراین انتخاب یک همراه، همسر به شدت مهمه. ببینید بگم 70 تا 90% شما میگه خیلی زیاد گفته. چرا که عرض به حضور شما کل وجود شما دست ایشونه دیگه، دست همسره. حالا من همسر نمیگم خانم یا آقا. شما اگر تو خونه عرض کردم آرامشی نداشته باشه، آرامش اینه که تو خونه جنگ و دعوا داشته باشین، روزش هم باید بریم فکر کنیم که حالا شب بریم چی بگیم. بنابراین کل ذهن درگیرمون میشه، اصلا درگیر کسب و کارت نمیشه، درگیر تولیدیت نمیشه، درگیر مشتریات نمیشه. یک چهره آرامش بخش تو نمیای سر کار، یه روانی میای سر کار. تا 2 تا مشتری 2 تا سوال بالا پایین میکنن، آقا اینجوری میزنی بس تو پراش. اینجوری نیست، درست نیست. مشتری بزرگترین سرمایه هر کاسبی، هر تولیدی است. اینو قبول کنین. این که میگن آقا چپش پره نمیدونم میاد مغازه مال خودشه، نیازی به مشتری نداره، بی خود کرده. نیازی به مشتری نداره، پاشو برو مسافرت، پاشو برو تفریح، پاشو. پس اینجا چه غلطی میکنی که تو نیازی به مشتری نداری؟ تاخچه بالا نیرو. مشتری سرمایه بزرگه برای هر کاسبی، هر تولیدی. من یادمه اول کاسبیم خیلی ضعیف کار میکردم. بعد جای پیشکسوتی رفتم، از جوی در دل کردیم، گفتم که من مواد خام ندارم و اینا. گفت که بعد در واقع گفتم مشتری دارم. گفت خب حل. همین حرف حلش بعدها به حرفش رسیدم. دیدم آقا حل شد، قضیه درست شد. اینی که مشتری تعیین کننده تویی که تو میخوای پیشرفت کنی، یا حالا یه چیزی مثلا انحصاریه که واردات و دست آقازاده، ما اونو کاری به اونا نداریم. ما در سطح جوونا صحبت میکنیم، در سطح خودمون داریم صحبت میکنیم. منظور اون چیزا رو میبینی ناامید نشین، مثل اونا رفتار نکنین. آقازاده است مثلا. من آقای ترانس برق رفتم خریدم، انصاریه دست یک نفره، همینم. اصلا تحویل نمیگیره مشتری که زشته، این کار زننده است. مردم از همینا ناراحتن، از چیز دیگه که ناراحت نیستن. بگین شکر خدا بیای برگردی، ما وسایل آرامشی داریم، وسایل آسایش رو داریم. این ذهنیت هایی که بیرون اینجوری رفتار میکنن شاید ما رو ناراحت میکنن. بنابراین یک همسر خوب باعث میشه که آرامش داشته باشی، باعث میشه که کارت رو ادامه بدی، قدرش رو بدونی و اینکه بهش هم حق بدین. ببینید آستانه تحمل یک خانم تقریبا با یک آقا خب فرق میکنه. اینی که باید کوتاه بیایی، باید سکوت کنی، 30 ثانیه سکوت کنی، قضیه حله، همه چی حل میشه. سر به سر بذاری به جایی نمیرسی. اینا یه واقعیت. احتمالاً همتون اونایی که الان این تجربه‌ای که میگم مال 45 سال به بالاهای
ولی خب خدا رو شکر من تو این سن این تجربه رو دارم و این تجربه رو در اختیار شما میذارم. امیدوارم که روزهای پیش روزتون خیلی خوش بگذره بهتون. یا علی، خدا نگهدار.